خلاصه رفتیم خوردیم به بحث گوش که آقا این گوش خیلی خوبه، الان دولت هم تضمینی گوش میخره. بعد این خیلی خوبه، اونجا گرجستان هم گوش داره، یک کشتارگاه هم ریجستری کرده، دامپزشکی ملام هست برای نظارت شرعی و همه چیزام خوبه دیگه، من راحت میتونم بیام. بعد رفتیم دیدیم نه بابا این 260,000 تن مجوزش دست یک عده خاصیه. این خاصه نمیدونم، خیلی خاصه، من دیگه نمیتونم خیلی خاص بگم. اینقدر خاصه که باعث میشه عدم برخورد قاطع صورت بگیره. با سودجویان برخورد قاطع نمیشه. ما تو بازاریم، تو کسب کاریم. من اینقدر به شما میتونم بگم که برخورد قاطع خیلی از مشکلات رو حل میکنه. درود بر شما. آقای دلاوری بذارید حق مردمه، چون حق مردمه، من ببخشید دست شما خیلی آدم محترمی هستید، عزیز آدم بزرگم، ولی این حق مردمه، این دوربین دو منو بگیره، سه منو بگیره. آقا چه حرفه‌ای هم هستن. آره نه اینجا پای مردم گوش میرسه کیلویی 28 تومن از داغستان، روسیه، رومانی، اونم نژاد رومانوف، اونم بره، اونم نر، نکن گوشت خوبی میرسه، حقتون رو طلب کنید. کیلو 28 تومن میرسه، کیلو 33 تومن، 33 34 تومن باید تاجر بده به سازمان امور دام و پشتیبانی، اونم باید کیلو 40 تومن برای شما توزیع کنه. حالا چرا شما گوشت دارید 120 تومن میخرید؟ مردم تا شما مطالبه نکنید اونا پاسخگو نیستن. گوشت هست، مجوز نیست. متشکرم. آقای سلیمی زاده. سلام. میگم الان باز مشکل همون تعارض منافع، به خدا مشکل پزشکی همینه، مشکل سیستم وکالت همینه، مشکل این مجوز وارداتی که میگن آقایان خاص دست یک مثلا گروهی به اسم انجمن وارد کنندگان گوشت، دیگه تموم شد دیگه، من چیزی نمیگم. یه انجمنی ان که خودشون وارد کنندن، حالا میخوام به وارد کننده جدید مجوز بدن که اون مثلا 200,000 تقسیم شه. خب نمیدن، خیلی راحته، خیلی مشخصه. چرا میدن برادر؟ میفروشن. همون چرا دیگه. حالا نمیدن که تو اون مجوز فروشی هست، مجوز دولتی نیست. آخه درده بابا، این گوشت مردم. شب عید نگاه تو این برنامه بذار بگیم که مردم بدونن، مردم شب عید گوشت کم میشه، بعد صف میخورید، بعد تو سر کله هم میزنید، در حالی که نباید به هم بزنید. باید یقه اون سازمان امور دام رو بگیری، بگی چرا مجوز. اینا همه آدمایی هستند که میتونن مشکل گوشت و مشکل مرغ حل کنن. برادرمون جناب آقای نبی خطاب میکنن مردم، چقدر قشنگ صحبت میکنن. مردم مطالبه گر باشید، بخواید. ولی من میخوام بگم مردم که در یه حزبی نیستن، ما که حزب اونجوری نداریم. مردم رو تشکل‌های مردم نهاد، تشکل‌های مردم نهاد نمیتونن مردم از فردا بریزن تو خیابان. برادرمون آقای نبی درست میگن، تشکل‌های مردم نهاد، اینجا خودتون رو نشون بدید.